یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه، موضوع فساد و دزدی با پول در آوردن از راه کار. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد میخوام میده، من ازش میخوام کل لواسه منو برام میکنم. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول در آورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش بپردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول در آورده. پس چیکار میخواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول در آوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است و اون